الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليؤشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عندي ثم لتدعن ولا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیز و بزرگواران، الله کتاب یک آیتی خطاب آیی شما و امت رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت شما تلاوت بود. امرا با یه حدیث از امام ترمذی در کتاب مشکات. الله تبارک و تعالی ما را مؤمن واقعی قرار بدند و ما را توفیق ایمان امرا با عمل صالح بدند. هرچی دنیا جلو برو اندوگی زمانه ها دینداری مردم کم تر و آنی که گو دینا بازی تعلق مبید بلکه مشغول گوتی دنیا بند آیا گیش تر امت در همی وقتا مردم همی وقتا بعد وتی دینه وتی مذهب وتی ایمان دستورات خدا و رسول فکرمند ببین. ما مردمانا به حال وقت رها مکنیم، اما طوری که یک ولی خانواده یک سرپرست خانواده هرگز فرزند وتا رها نکن که هر چیزی دلی بلوٹی بکند، بلکه سرپرست خانواده ولی خانواده پدر هر کسی بی سعی کن که آیا با اخلاق کریمه، آیا با صفات زیبا، آیا با مرام خوب تربیت بکن تو و چه مردمانی دبا بشکند که فلان مردم از یه خانواده خوب تربیت بوده. اگر خدا نخواسته آیا یه موقع خبر بدین که همچین کسی در فلان خانواده وضع خوبی نداری، خانواده‌ای که برای شخصیتی قائله هرگز به یه بار راضی نبید و رنج کشید و رنج برد.
مسلمان ها به عنوان یک خانواده هستند، یک اسره هستند. ما باید به فکر یکدیگران ببینیم. مثل یهود و نصارا مبین. یهود نه عام مردم، بلکه اگر یهودیانی عالی میاد یک مردمی دید گناه کنگی یا جماعت دید گناه کنگی، اول صبح آئی امر بالمعروفی کو که فلانی یہ کارا مکن. وقتی که بیگا بود چاره گو همه مردم بوری اما کار گناه انجام دیگی. ما شما امت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تنها راضی مبین که دیگه مردم گناه مکنن، بلکه گناهگاران خطاکاران آنی که جامعه لا با فساد یارن گواهی هم دست مبین یا وطا بی تفاوت بیگانه نسبت به ای اخلاق و ای مرام و ای عملان بیگانه مزانه. ما گوشیم که منا چی کاره؟ منه چی کار؟ قرآن خلافه. قرآن به تو، به من، به عوام، به خواص، به عالم، به فرد به خانواده و غیر خانواده به همه گوشگی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یہ مقوله ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں، یہ قرآن آیتی. ولی متاسفانه ما با قرآن هنوز بیگانه ایم. هنوز ما با قرآن بیگانه ایم. در کشور دنیای دیگر، از دنیا اسلام من گپ جنم، از هند بگیر تا برو به هر گوشه ای که ودا مساجد هم، مدارس هم، عالم هم، مردم هم، مسلمانی همه آیا اولین نکته نگاه کن قرآن مجیده. اگر مهندس هم با قرآن سرکاری ہے، اگر دکتر با قرآن سرکاری ہے، اگر تاجر دکاندار با قرآن سرکاری ہے، اگر مصدر و قرآن دیما کوانی، اگر کارگرین با قرآن سرکارداری، اگر تاجرین با قرآن سرکارداری، اگر لوگ لابن با قرآن سرکارداری، اگر مصدر و نماز قرآن دیما تا وقت نماز برا نرسه. اما میگوره یہ خیلی کم ہے، خیلی کم ہے. آن چیزی که ما در دنیای دیگر گندیم یا عشق کنیم، آن چیزی که وادی ملکا گندگو عشق کنه که زمین تا آسمان تفاوته و همه چیزا ما را عقب دور داده، همه چیزا ما را بی تفاوت کته. اگر یه وادی وقت گناه مکنی ولی اگر گناهگار یا بگنده آی دستا گفت کت نکنه، آی یه حرف دل سودانه به آی گوش کت نکنه، یا راضی بلیم یه گناه کنگه. اگر راضی نہیں بی تفاوتیں و هر دو محکوم اللہ گورا. اگر به دیگر گناه تو راضی ببین تو گناهگاره، اگر بی تفاوت ببین تو گناهگاره. بیایید با قرآن و تا کم و نزدیک بکنه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما را پیدا کده مردمانی للناس، برای نفع مردم. علی الناس نه، مردمان حکومت نه، شما للناس، برای مردم، به نفع مردم. وقتی که انتخابات با ما به یک نفری واسه هزار لوگا رویم، گو هزار مردم ها پریاد کنیم، گو هزار مردم ها دعوت دهیم فلانی ها رای بده، فلانی ها رای بده. به دنیای واسه، به یتمهی واسه. اما وقتی که ابر به دین بیه برسی، به نماز بیه برسی، به اعمال خیر بیه برسی، به نیکی و بدی انسان برسی، اینا ما را هیچ گونه ما را پرواهی نیست. ما هیچ گونه احتیاط ما را ادا در کار نہیں، ما را هیچ پرواهی به سرنوشت یک دیگر نیست.
اگر یک جماعتی به عنوان جماعت تبلیغی کار کنه هم خیلی اندک، خیلی اندک. ما همه باید بسیج ببینیم، همه ما باید در مقابل منکرات بوشتیم، همه ما باید در برابر اوامران یک دیگر مشوق ببینیم، یک دیگر بگشیم، راهنمایی بکنیم، تشویق بکنیم. فرق نکنه بین تی چوک ببیته یا تی امسایک ببی، تی برات ببی یا تی امسایک ببی، تی خانواده ببی یا غیر تی خانواده ببی، دین تاشمت رو یکه. بعد همه ما دیندار ببین، گوره ملک آباد بی. اگر ما بنیدین دگری گناه تماشا بکنیم، دگر به گناه تشویق بکنه، آباد یہ چیز خوبی نہیں. یہ کمالی نہیں فلا مردم مرد پرچم او شرابی وارد مرد. مردم یہاں پسو گوه که کسابیا کنن، انو یہاں مردم خنزیر کسابیا کنن و یہ واقع موتی شهر تا پیش آگه و ما خاموشه. آنی که خیلی دل بسی منتظر کدی مولا جمعه رویچه دکنی و در رابطه بکن یا مکن. اگر مکن هنوز بهتر. خداوند گوشی جو نهیم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. خدا همیشه ما را به نیکویی به عدالت امر کن، ما را به فساد الله تبارک تعالی بنده فساد راضی نہیں کو هر گوشه از دنیا تو برو. جمعه روچا هیچ عملی برای مسلمانان جز از نماز نیست. هیچ کاری مسلمان در روز جمعه جز از نماز و آمادگی به نماز نیست. اگر کارگری هم ساعت 10-11 به بعد مسجد نشته قرآن وانگی، اگر تاجری هم مسجد نشته جمعه روچا قرآن وانگی، اگر عامی هم یہ پیما، اگر خواص هم یہ پیما، اگر تبلیغی هم یہ پیما. مردم منتظره که امام کدی بیته خطبه شروع بکن، ما ایدا منتظر کدی مردم بیا ما نماز شروع بکنیم. یعنی یه مقدار برسد به یک دیگر، غافل مبه از اعمال یک دیگر. کنتم خیر امت اخرجت للناس لا علی الناس. برای خیر مردم الله تبارک تعالی شما را پیدا کرده و واجه رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم اولیه. 23 ساله للناس، 23 ساله واجه رسول الله از روز اولش یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولین شعار رسول الله در جبل ابو قبیس در شهر مکه در جلوی قریش و تی قوم تا آخرین لحظه بی عایشه فرمایش که واجه دنیا رود، واجه فرمایش کن که الصلاة. مردمان نماز فکر را ببه و تی زیر دستان سرات رحم بکنه. عدالت و عبادت تاکید واجه رسول الله که دنیا رود. آغاز کار رسول الله با توحیده. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آخرین لحظات که واده کلماتی که دبا دریا الصلاة. یہ پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم اما مردمان عشقته و فهمته که قرآن وانند، حدیث وانند، با علمای وقت ارتباطه ها، با دینداری مردم، با تبلیغیان ارتباطه.
چند درصد باید شما دکان الان پس باید ببین بعد از اذان اول؟ یہ کجا کمال ایمان مسلمانی؟ یہ کجا کمال علم و دانشه؟ یہ کجا کمال خود نزدیکی با قرآن مجیده؟ که کسی که آکسی که تا الان دکانی بچه یا قرآن وانتا یا به قرآن اعتماد ایمانی ها؟ بیایید وقتی شهر لابه آیانی که به گناه، به معصیت، به منکرات عادت کده وقتی روزی کده وقتی شعار کده برای آینی جلوه بگیرد، برای وقتی سلامتی واسه، برای وقتی شهر سلامتی واسه منتظر مبه که تبلیغی بیا از شهر دیگه اینا شما رو نماز دعوت بدیا، شما رو چه منکرات باز بداره. همه شما منتظر مبه که نماز جمعه خطیبیت نیم ساعت باش و دو حدیث آیت بانی بروتی رات هفته آینده به یه انتظار من انده. اگر نه برای الله عذاب نزدیکند، الله عذاب زود یا مردمانی سرا. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون، يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود. قال رسول الله، قال جرير سمعت رسول الله. یک ماه 4 جمعه هر خطیبی بیاد در 4 جمعه لابد 4 حدیث بیان بگن 16 حدیث هم. ما هزار یک مشکلات داریم. ترک اوامر، ارتکاب معاصی، اخلاقیات، معاملات، تمامی زندگی انسان در طول روز با رضای رب العالمین تمام بی یا با ناراضی رب العالمین تمام بی. وادی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کرد هر مردمی که صبح نماز بوانید، چه مسجد در بگوید و بازار برای وقت کاربار برود، پرچم اسلام آیا ورن در که بگی. و اگر بی نماز صبح نمازی نمانتا، تاریک نماز فرض صبح همین مردم پاس که صبح سے روزی کے رندا یا تاجری تجارت کا یا کارگری کا یا کشاورزی کا یا اداره مردمی اداره یا رود، اما بدون نماز روگے. واجه رسول اللہ فرماس کہ یہ بازار در کے پرچم شیطان پرچم شیطان دستان بازار روگے. چطور یہ روچه وطی کا گوازی نہیں دنبال کئی راضی کرنے کے رندہ ہیں. یہ کجا عوامر و نوائیان زاد، یہ کجا پتا چا گناہ بچنی، یہ کجا دگر دعوت دند کہ تو گناہ مکن یا کار خیر بکن. غافل مبے واجہ تو ہر گوشی از دنیا اسلام برو، جمعه روچه تو کار نگنده. مساجد مملو از مردم بعد از ساعت 10 صبح یا به ذاکران به ذکر نشته ہیں یا تالیان به تلاوت قرآن نشته ہیں. ولی تا زمانی که امام بیته به خطبه دیگه شاید 3 ایسا مسجد پر از مردمه، اندک افرادی پشکب دیگه که مرسن.
همیشه بودم مسجد تا نشتگم. اما برعکس ما واجه رسول الله فرماش کرد ای مردم اگر یک نفری شما شهر تا گناه بکن شما شهر مردمش جلو بگیرید میلی یکی دو ببن دو ده ببی 10 ببی نصف جمعیت برو به طرف گناه پیام 1400 سال پیش جناب رسول الله در مدینه منوره یا مکه مکرمه واجه رسول الله یہ پیام به ما دیا گیا غالبا یہ مدینه گپیں پرچہ جریر ابن عبداللہ بجلی آئی راوی یمن مردم از یمن کے اسلام یاری پیغمبر خدمت و یہ واجہ جریر چہ واجه رسول الله یہ حدیثہ بیان کیا ان جریر ابن عبداللہ قال سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله جریر فرماش که منی ویتی گوشان چه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسکتا واجہ فرماش کت ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي او يعمل فيهم بالمعاصي اردو طرفانک بیت با معلوم مجهول قومتا گناه کنک بیت یا مرد گناه که بودی قومتا و مردم گندگان تیشی گناه کنگی و گناه کنو که رجلون رجال نہیں رجلون قوم نہیں رجلون شهر مردم نه یک مرد و مردم گندگان کی خلاف کنگی گناه کنگین یقدرون على ان یغیرو توانایی است که آن مرد باز بدارن که مرد یک کارا مکن ولا یغیرون آیا باز ندارن چون ولی کن ولی لگان ولی ما را چی کاریم یہ ما را چی کاری شیطان شعاره که الله رحمتا محروم و ما را لوری که الله رحمتا محروم بکن یمان شعاره با قرآن سر و کار ندارند الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین یمان مردم با قل هو الله آشنا نه قل هو الله احد با سوره قل هو الله این عاطین آشنایی ندارند گذشت از کل قرآن وعده فرماش کو و یقدرون علی ان یغیروا ولا یغیرون قدرت ها توانایی ها که آن مرد گناهگار را با شهر لابا باز بدارن چه گناه بگشت آقا یا می شهرها درکب یا بتا عوض بکن اما ولا یغیرون آیا ایش نوشن الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا قبل از اینکه مردم بمیرن خدا یه عذابی قومتا یارید فعقابهم الله اصابهم الله بعقاب اصابهم خدا این عذابی رسینید قبل ان یموتوا قبل از اینکه نه یموتوا مرد بمیره قبل ان یموتوا همین مردم گناه نکنن گناهگار باز نداره کنتم خیر امت اخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر غافل مبه بی پروا مبه شهر واسه الله عذابان دعوت مده یہ کجا بندگی ہے کجا خدا ہے معرفت ہے یہ کجا خدا ہے رضایت ہے که اعلام بکنن فلان مردم مرد ولی با شراب واجه رسول الله فرماش که کسی موت با شراب ببی اور با بت پرست برابر ہیں یک مردمی بت پرستی کن بت پرستش کن و یا مردمی
علی دوام شراب وارد. خدای گرایی شراب وروه که درجه اما کسی که بود پرستی کنگی، بود پرستش کن، غیر الله پرستش کن. کجا انصافه که خنزیر کشه بی تو آی گوشتا پوست بدن برو بازارا یا با کسی دیگه یا با بکن بده. یعنی شما گناه نسمجگین یا شما گناه ندانگین یا ماشانی فکر مبین که آیا شما چی کار باید بکنه. بله همی به ما آزادن، نه دولت نه ملت، نه مامور نه غیر مامور. بی پروایی که الله دینا چی گوشن؟ بیگانگی با قرآن مجید چی گوشن؟ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه جمعه نمازا یا آگه مسجدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیگه مردیا گوشگی جا پیش کرگی کجا من جا خالی بننده رسول خدا یوشی اجلس مرد بنند. عبدالله دره دا با شاید یک قدمی مسجد داخلی یکی بیرونه همون نندی رسول خدا توجه که عبدالله ما ترا نگوشه که تو بیا دیما آشی وجه وقتی منی گوشه رسته تو گوشه اجلس من فکر کنم بلکه منو گوشه که من دیگه جرات نکته یک قدم جلو بگذارم. شوشن اطاعت رسول، شوشن اطاعت الله، شوشن بندگان خدا. دگر یا واجه گوشه اجلس عبدالله دم در نندی تمویل در دبا دیماتو نه تا خود رسول الله یتوارجنگ نبیا دیماتو چی نام مسلمانی؟ همو انصاف لوٹی. ولا یغیرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان یموتوا. منتظر مبی که الله تعالی عذاب بیان و یا خدا عذاب اگر ما شما این کد بی تفاوت ببین. اگر لوگه لابه مردم گناه بکنند سرپرست مانه مبی خداوند آلوگه لابا درد یاری، مرض یاری، آفت یاری، بلا یاری. رن دست سرا جنند گیری من پریاد کن که چه کجا این مصیبت ما را یاد از خود شما، از خود ما. عبدالخالق گجدوانی رحمت الله علیه بزرگ فرمایش کن که یا شعر لابا یا جنی آدمی هستن مجذوبیت بطی آلا نه مجذوب زیادن دنیا سر زیاد بودگن آلا کم ترتگن به معنی که جنی آدم نگاه به یہ بزرگ کا نام ہے عبدالخالق گجدوانی ہے کبھی تندوری روشن ایک جنین بادم نان پہ بچند شان تاریخ ماہیں متاسفانه ما با هیچ کدام سر کار نیست، نه با تاریخ اسلام، نه با حدیث رسول الله، نه با قرآن مجید. آگاهی نسبت به اسلام تا این رانی دوستان یا برو تاریخ بوانه. تاریخ اسلام به ما چی گوشگیم؟ از صدر اسلام تا مرچی چی نام تاریخ بشریت، تاریخ انسان، تاریخ اسلام. ما رو باید تاریخ اسلام کاری نیست. کجا تحصیل کرده ما این که یا کتاب مذهبی ایلوگل آبا یروی تاریخ کتاب یروی وقتا فوقتا قرآن نمانی عدقل آیه بوانی. کجا همی از ما که حدیث مبارکه با عنوان ترجمه فارسی ایلوگل آبا بیده چه حدیث استفاده ببرن؟ کجا از ما که قرآن ترجمه شده ایلوگل آبا یروی وقتا فوقتا ما یه آیاتنا حداقل بوانی اگر جای نفهمیدی تو امام جز بکنه که وقتی یه آیت من نفهمی یه آیت مانا چیه.
نیست. وقتی نی همی حالته موت شراب سر واقع بی ماشاءالله کسابی خنزیر بی خنزیر کسابی یه شهر و خنزیر کسابی یه شهر موت با شراب موت با مشروبات الکلی. هنوز ما خاموش. یه وجه به مردی که مجذوبه چمی به شیخ عبدالخالق رحمت الله علیه که بی روشنی تندوری دیگه جنینا روشن کن نان بپچن آس روشنه کدی آماده نهی که نان بپچن جنین دور کن تندوری لابا مجذوبه وقتی آواده گذر کن رو رنده چه تندور در بی سالم تاری موی از بدنی کم نتری تاری موی از بدن هم کم نتری. حیران به مردم جز که بیبی داستان چیه تو برچی بتا تندوری لابا روشن دور داد بتا در کفته هیچ پروایی هم ترن نیست. بیای از انسان چو بیگانه مبه فرمایش کو که یه مردی من دیماتر ره انا کن یه مردی من دیماتر ره مچاره من نامرم آمرد ما بتا تندوری تا دور داک منم بگیندی اچھا یه دیگه مردو چیه چی حیوانه یه دیگه حیوان دیما چه سنتری لوٹی جنی آدھا اگر لوگے لابا پاس بوک بی اور سنتری جا بکن یا سردر بی اما بی چی پر جنی واسا در مقابل حیوانه آبی بی مجذوبه بس که به نظر من یه مردم تمام حیوانه مرد تنها یک من ندارن چون کم با تندور تا دور تندور تا دور تک من مگندی نامره من مگندی دینا آسان مگره دینا واسه بیگانه مکنه با قرآن واسه بیگانه مکن همین که ما قرآن وانته ما را آمادی قرآن وانه نگه نیست احادیث بجای وقت تاریخ بجای وقت پیغمبر مبارک زندگی بجای وقت 20 سال کتاب پر رنچه پیغمبر زندگی ها برای یک کتاب بزرگ واجه زندگی ها مطالعه بکنید اخلاق پیامبرا عبادت پیامبرا دعوت پیامبرا صبر پیامبرا جهاد پیامبرا. یا صحابی روایت کن که ما جهاد رفتیم کل ما در سفر جهاد به روی چک بارد مگر 2 نفر رسول الله و عبدالله ابن رواحه انصاریت غزوه موته شهید بی اصحابی فرمایش کرد که یه جهادی که ما رفتیم ما اندازه کو که ما کل صحابه چون جهاد روگی هم رمضان ماهی بعد روی چک بودیم چون سفر جهاد روی چک اجازه نیست بعد روی چک بیداری جهاد روگی اما پدا باز هم رسول الله روی چک باز هم عبدالله ابن رواحه در کنار رسول الله روی چک چون این کمی بچاره به برادران تبلیغی گوشم دست از تبلیغ بر مدارد یا روچی اوره بارندگی شدید گوهات اوره در عین بارندگی ابر باد واجه رسول الله اراده کن برو ابو جهل دعوت در همین شرایط خاص که هیچ کس چلوگا در نگبی واجه رسول ابو جهل در جانت به برادران تبلیغی گوشم
وتی واجه برادرم کشن که وتی عمر رو وقف کتا ابو جهل کشی که یه مردی که یه اور گواتا یا ملوی که باید سکی آجتمندی چه سکی ضروری کاریه و عاد که من شی آجتا شی خاصا باید پورا بکنم شعر خاصه یه مرتی من داره باید بیا اور گوات من باید شی خاصا پورا بکنم وقت درا درگی چه رسول الله گوشتاتا شی ابو جهل ایمان بیار شی هنوز هم تو ورنک ول کنه ولی گوشتن الله رحمتانی توی می و فکر که الله تی دل رحم بکن تی سرا تی دل نرم بید و من تا دعوت به اسلام دیگم شب روز مزانه دوست دشمن مزانه اگر شما کار نکنه که باید دین دعوت ها بدم میں مولانا کارم یکی جمعه با جمعه پنج وقت نماز ما خسته ہیں ما بدحال ہیں کمتر میں واجہ در کے کہ حداقل از 5 وقت یا وقتی با یا حدیثی مردم دعوت بدیا وقتی مساجدان اگر یہ کار هم بودیم بازی کمکی برای مسلمانان بودیم ولی نیست عزیزان اگر یہ کار مکنی خدای عذابانی منتظر ببه و آن یک وقت صوفی دانه عاجز دانه نماز گزار دانه تهجد خیز دانه فریب مبرند که ما کاری خوب کنیم و تی براتانی فکر نه یہ دیگه مسلمان فکر نه همسایگانی فکر نه چوکانی فکر نه لوگ لاپا شاید یہ آخری حدیث میں خدمت شما بواننی عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى جبرائيل فقال أن اقلب مدينة كذا وكذا أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها فقال يا رب إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين فقال الله تبارك وتعالى أقلب عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر ساعة قط رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت جابر بن عبدالله الانصاری روایت کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک قدم به دنج وتی ملکا بره دیگه مسلمانانی وضعیت بیچاره گرا بیا وتی ملکا بیچاره چقدر ما شما کوتاهیم چقدر ما شما غافلین چقدر ما شما فاصله داریم با مقدسین اسلام و احکام اسلامی و دین رسول الله حضرت جابر فرمایش که قال رسول الله ان الله اوحى الله الى جبرائيل ان اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها الله وحی که به جبرائیل برو فلان شهر گو مردما چپ بکن زیر روی بکن زمین چپ بکن گو مردما قلب منه چپ کنن ان اقلب مدینه کذا و کذا مدینه مال شهر فلان شهر برو چپ بکن به اهل گو تمام مردما جبرائیل ها گوشگین خود خدا گوشگین جبرائیل روت چاری مردی عبادت کنگین نماز وانگین ذکر تا مشغولین حدا الله دربار عرض کن که الله اذا یہ شهر باز تو من عذاب دیم داتا یا بنده خود ادا عبادت کنگین ما اشیاء چطور بکنم مدینه اشاره چپ کنن یہ هم گرفتار عذاب بھی تقریبی چیئے فقال یا رب ان فیهم عبدک فلان بنده تی لم یعصیک طرفت عین چمه چوب کنن پچ کنن تی نافرمانی شو نکتا
و هنو به عبادت مشغوله. ایشیا من چیه بکنم؟ الله جواب ده قال فقال الله اقلبها اقلبها، زمین چم دا چپ بکن علیه و علیهم. یه مرد گفت تمام یه شهر مردم اول چم دا شروع کرد زمین چپ کنه که مرد نیسته عبادت توشه طرفتا انشاءالله نافرمانی نکده. پرچه یه وقتی عبادت مسعوده بس به فکر بندگان خدا نبوده که مردم شهرها چیه کنگند. شما فکرش بر هیچ گونه مسئولیت نیست. همین بی توجهی به مسئولیت با یک دیگر محاطه وقتی سر چوکانی سر نوشته هم نه، وقتی خانواده سر نوشته نه، وقتی جمع چوکانی فکر هم نه. بسیاری از ما شما که همین مسئله لاپا نشته چوک جنی نماز نکنه مسئله نه. میں دل فقط واسه که ما باید نماز کنیم بس. الله کی نه زمین یه مرد کو تمام یه مردم شهرگاه چا بکن. چرا؟ فإن وجهه لم يتمعر ساعة قط. یه لحظه ایشی چهره تغییر نکرد. یه مردم گناه کنه پرچه الله بنده گناه کنه فکر من دیش نشی. فقط سر ماسا گوتی عبادت و بندگی. بی تفاوت مبه واجه وطن ندوه به الله دینا بیگانه مدانید. یه تمام شما ابراتن، یه تمام شما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادر یک دیگرن. باشد از خانواده مختلفه ولی ایمان ما شما را برات کته. ما شما باید یک در غم و فکر را ببین. خداوند عزوجل به ما توفیق بدن که ما فکرمند ببین. همین بی فکری ما شما مساجدان چون میبستگن، نماز ما چون خلوتن. همین بی تفاوتی ما. چه اشکال داری اگر یکی ماشی نبود تمام وقتی درک بیتی همسا اعتبار که فلانی اگر تر وسیله نی من راگه مسته بیا بره نمازا وقتی محل مسته فلانی من راگه نماز دوینا درک که کنار هم دیگرن در بجا فلانی نماز چیه می بیا بره مسته نمازا. دکاندار آقا یک لحظه دکان بند بیا بره نمازا. مگه یه عیبه؟ یعنی یک وظیفه، یه تکلیفی، یه کارتانه تبلیغ نه که از یه شهر به شهر دیگه تشکیل بند یاد بوده وقتی از 44 ماه گوادین تره وقتی راه. یه وظیفه همه ما شما مسلمانان همه کارا نکنه گناه معصیت بی نمازی بی جماعتی مثلا تعطیلی عام ترته. وقتی چه خدای رحمتان محروم کده. شیخ محی الدین رحمت الله علیه و شیطان ملاقات کن. شیطان تورده شیخ منا جایاره مکه در لباس انسانی پیدا کن. وادشی من ترا تو جان نیار تو و ابلیسه دگری ها بگشت ترا جان نیاری من ترا خوب جایرم تو ابلیسه. تو گوشه من چه الله رحمتان امیدوار ببین یا نه؟ من شیطانم دیگه. چه الله رحمتان امیدوار ببین یا مبا؟ چه الله رحمتان تو امیدوار مبو؟ شیطان آیت قرآنی بانی وسعت رحمتی کل شی. خداوند منی رحمت تمام چیزانی فرا گرفته و من شیطان بورم گو من شیطان کل شیطان منی شیطان بورم گو من چطور من ناامید کنم چه الله رحمتان. آخشی شیخ محی الدین مدنی شخصیت علمی بی شیطان جواب نده هیچ گوش نکن چی بگوشن شیطان. مولانا محمد قاسم ناناتوی رحمت الله بانی دارالعلوم دیوبند اگر مولانا الیاس تبلیغ جماعتانی امیره شاگرد مولانا محمد قاسم ناناتوی رحمت الله علیه.
اگر شیخ الهند انقلاب یاری هندوستان تا شاگرد محمد قاسم ناناتوی رحمت الله علیه. اگر مفتی کفایت الله در هند که مفتی اعظم هندوستان شاگرد مولانا محمد قاسم ناناتوی رحمت الله علیه. اگر اشرف علی تانوی شاگرد مولانا محمد قاسم ناناتوی رحمت الله علیه. اگر مولانا الیاس شاگرد می واجه یہ وجہ کہ اگر منا شیطانہ یہ جوز کتی من جواب داتے گا وسعت رحمتی کل شيء شیطانہ گوشت من شیطان ورا گو من نبا چا اللہ رحمت نامید کنے وجہ کہ من جواب دا تو واسه اللہ رحمت چتر چیرا خارج کتے تو زیر یہ چتر بوتے گے ولی تو واسه چتر چیرا خارج کتے دیتا ایسے انتظاری میں بھی اگر میں بودیم جو میں جواب داتے محمد پرچه چه الله رحمت نام شیطان چه الله رحمت نام نامید ندانگه محمد چه الله رحمت نامید زده نماز نکنی نه چه الله رحمت نامیده زکات نده امی بیما اخلاق نداره امی بیما زنا نداره امی بیما شراب امی بیما گناه کنی امی بیما این مطلب چه الله رحمت بیگانه زانگه اما کسی که کاران ماشو وادار کن شیطان و ابلیس آن نامید نه تو پرچه نامیده تو پرچه تو بیگانه زانگه و استغفار طلب بکنه واجه رسول پیام گوش کن آخری حدیث میں عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله هفت روز بعد ما گوش قال چهار حدیث وانی رحمت الله متا بریو ذمہ زانگی شما گوش ما عالم بود رفته اوتی را چو نه واجه بگیری به یک خیبتی عالمان در مساجدان 5 وقت دیگر یا وقتی شب بنده گو حدیث و قرآن گوش کار بکنه گو تاریخ حساب گو کار بکنه گو تاریخ اسلام گوش کار بکنه میل تشا بیکار ببن بریو زمان آب ببنده شما ببیتا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 70 مره رسول الله قسم یاد کنگی عن ابي هريره رضي الله قال رسول الله والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 70 مره رسول خدا به خدا قسم روزی 70 بار من خدا استغفار طلب کنم در حالی که رسول خدا معصوم و گناهگارانی شفاعت دو که محشر میدانا صاحب شفاعت کبرای تمام گناهگاران امید رسول الله بردای قیامت همه رسول خدا همه رحمت للعالمین قسم یاد کنگی که روزی 70 رنده من چه خدا گوره توبه و استغفار طلب کنم ما شما چون رنده طلب کنگی استغفر الله من کل ذنب و خطیه اتوب روی چند رنده ما شما وانی من آجوز به تو چون رنده وانی تا من شما رو جز بگم چون رنده شما رو وانی غافل ما به غافل دنیا اینقدر ما را فریب مده یه دنیا وفا نیه یه دنیا خوب مردم فریب دند ولی ما از دیگر سرنوشت درس نگیریم الله تبارک و تعالی عاقبت همه ما شما رو بخیر فرماید